سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، تمام عزیزانی که بنده را میبینید و میشنوید، این اولین سوال و جواب ما در پخش مستقیم است. اینک میخواستم برای بعضی سوال هایی که عزیزان زیاد در برش میدهند و این چونین در خود کامنت ها هم نوشتند و من جواب داده نتوانستم، در این پخش مستقیم به شمایان جواب دهم. و اینجا سوال هایی که آمده است یک به یک برای پاسخ دادن شروع میکنیم. و اینجا از سوال هایی که پیشتر روان کرده ماندن میخواهم از این بگیرم، برای آنکه بعضی خواهرها الکی روز گذشته سوال های خود را داده بودند. یک دقیقه. سوال اول عزیزان شروع میکنم از همین جا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپا جان، سوال من چنین است: در وقت حیض بودن قرآن را از تلفن خواندن ممکن است؟ رحمتی کلان نوشتند. درباره قرآن خواندن در نزد تمام علما، یعنی در نزد جمهور علما، در وقت حیض بودن نه قرآن را قپیده خواندن ممکن است، نه اینکه قرآن را با دهان خواندن ممکن است. برای آنکه در ما حدیث حضرت عایشه است در صحیح بخاری که میگویند من در وقت حیض بودن پیامبر به من تکیه کرده قرآن میخواندن، یعنی معنیش این است که من قرآن نمیخواندم، پیامبر قرآن میخواندن. و این چنین در ما حدیث پیامبر است در سنن ترمذی که آنی که جنوب است و حایض است از قرآن چیزی نخواند. با همین حدیث ها جمهور علما، یعنی اکثریت علما میگویند زنی حایضه نه برایش جایز است که قرآن بخواند با دهان، نه قپیده خواند. فقط بعضی از علما برای آن که معلمه اگر درس ندهد خیلی طلبه ها دیر میکنند، یا بعضی علمای معاصر یعنی حاضر زمان میگویند بعضی دخترکایی که برای حفظ قرآن مشغول هستند اگر 10 روز 7 روز حیض بینند قرآن نخوانند درس هایشان عقب بماند. فقط برای طالب علم و برای معلمه ها آن هم نه قپیده، از تلفن باشد یا با دستپوش باشد خواندن را اجازه میدن. یعنی در وقت حیض یگانه برای نفرانی که چه هستند، یا معلمه هستند یا طالب علم هستند، قرآن خواندن جایز است. دیگر خواهرها در این وقت تقوا کنید و قرآن نخوانید. سوال دیگر: آیا چیدن بین قاش و کرسکه کردن ممکن است؟ شوهرم میداند ولیکن خواست بفهمم که گناه باشد یا نه. خواهر عزیز، چیدن قاش در نزد تمام علما گناهی کبیره است. در ما حدیث پیامبر است در صحیح بخاری، مسلم، دیگر کتاب های سنن که پیامبر لعنت کردند. حدیث عبدالله ابن مسعود بود خطا نکنم که پیامبر لعنت کردند النامسه و المتنمسه الواصله و المستوصله و المعشمه و المستوشمه را. یعنی پیامبر لعنت کردند زنی که قاش خودش را میچیند یا قاش دیگران را، زنی که وش میزند، یعنی تتو میگن. حاضر خیلی مشهور شده است در همه جا تتو کسی که میزند یا به دیگران، یعنی خالهای رنگین میزند. و این چونین زنی که به خود موی میچسباند، در زمان حاضر میتوانیم بگوییم پریک میپوشد، یا به دیگران، اینها را پیامبر لعنت کردند و این تغییر خلق الله است، تماما جایز نیست. اما کرسکه کردن، رنگ کردن قاش ممکن است یا نه؟ برای جایز بودن رنگ کردن موی ها در ما حدیث صحیح هست، حتی برای مردها هم جایز است. یگانه رنگ سیاه را پیامبر اجازه ندادند که آن هم یک مسئله اختلافی است. چه خیلی که موی سر رو رنگ کردن جایز، قاش رو هم قیاس میکنند که زن میتواند قاشهایش رو رنگ کند. اما میدونیم که قاشهای رنگ کرده الکی این زینت زن میشود و الله در قرآن کریم میگوید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن و دوامش محرم ها. یعنی زنک زیب و زینت خود رو به شوهرش و محرمهایش، پدرش و پدر شوهرش، برادرش، جیانش، به اینها نشان دادنش جایز است و به بیگانه ها نه. بعد زنی که قاشش را رنگ میکند که انشالله جایز است، باید وقتی بیرون میبراید در نزد نامحرم قاشهای رنگ کردهش را باید پنهان کند، یعنی طور سطر بندد که قاشها نمایان نشود. سوال دیگر: السلام علیکم اپا جان، در یک خانه 2 نام ماندن درست است؟ فرزند یکمم وفات کرد، نامش رو به دویمم ماندم، آیا این درست است؟ چرا درست نباشد؟ البته درست است. یعنی در یگان جا مانعیت نیست که در یک خانه
یک نام را به دو کس ماندن جایز نباشد. اگر ببینید نگاه کنید حسن و حسین این نام ها به هم از یک ریشه گرفته شدن. حسن کلانی و حسین خردی هست و اینچنین در ما نام های مثلا صحابه های زیادی هست که نام پدرشان نام بابایشان با هم یکدیگر هستند. پیامبر مثلا حضرت ابراهیم همیشه جدی من بابای من ابراهیم میگفتند، پسری خود را هم ابراهیم مانده بودند. و یا اینکه دختران حضرت فاطمه تقریبا نام های خاله هایشان هست، ام کلثوم و اینها. یگاه مشکل ندارد که شما یک نام را به دو کس مانید، حتی زنده باشد هم مشکلی ندارد. سوال دیگر اپا جان، مثلا شوهر رو نپرسیده میتوان مگزین رفت یا بیرون برآمد؟ در ما حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هر زنی که به اجازه شوهرش به کوچه برایت تا آمدنش فرشته ها لعنت میکنند، این حدیث رو گرفته بعضی خواهرها گمان میکنند که زنک یگان قدم از خانه ماندنش ممکن نیست، در حالی که در ما حدیث صحیح هست. پیامبر از حضرت عایشه میپرسند در کجا بودی؟ حضرت عایشه میگه من به توی رفته بودم، به توی انصار رفته بودم. پیامبر میپرسند که در توی چیکار کردید؟ میگن میدونید انصاری ها شعر خواندن رو دوست میدارند، شعر خواندن. یعنی جایهایی که شما میدونید که شوهر غضب میکند، مثلا بعضی شوهرها هرگز دوست ندارن زنشان به بازار روند، بعضی شوهرها هیچ دوست نمیدارند به یگان خانه معین زنشان روند. در اینجا البته پرسیده میروید، اما جایهایی هست که شوهر خودش میداند که نروید نمیشود، مثل هر روزه نان خریدن، کسایی که در شهر زندگی میکنن، یا کودک را به مکتب بردن و از مکتب آوردن، یا پدر و مادرتان را رفته دیدن بیمار باشد، یا عموما برای زیارت پدر و مادر. در این حالت ها شما میتوانید بروید. یعنی هر یک قدم رو از شوهر پرسیدن از یگانجا اومدگی نیست، برای اون که در زندگی علل خصوص شوهرایی که کار میکنن زنهایشون اگر چیزهایی در کاری خانه رو نخرد، مکتب رو کودک رو به مکتب برده نبیارد، دیگر چی کار میکنه؟ دیگر عموما زندگی رو اینگونه تاریک کرده نمیشود. آره بعضیا گمان میکنن یعنی همین گونه یک سختگیری رو میکنن که یگان قدم هم بیرون نمیمونن، این بدین رابطگی ندارد. حدیثی که در اونجا زن اجازه ندارد و یکم راهی دور است، دویم جایهایی هست که در حقیقت شوهر دوست نمیدارد بروید، اون رو پرسیده میروید. اما در مسئله خانه برادر و خواهر و خویش و تبار برای زیارت یا برای پیوست کردن خویش و تباری رفتن، به این شوهر حق ندارد نبگوید، برای اون که صله رحم در اسلام از فرض ها می باشد. فرض هست، فرموده الله هست که شوهر حق ندارد بگوید با پدر و مادرت رفت و آمد نمی کنی. سوال دیگر استاد عزیز، کودکی ختنه کرده رو میگویند چیله دارد. کودک ختنه کرده هم چیله ندارد، عروس و داماد هم چیله ندارند، یک نفر از دنیا رود هم چیله ندارد. و من زیادی به خواهرام میگم که این چیله رو نمیدونم تاجیک ها از کجا گرفته باشیم. چیل یاسان داریم، چیله نشستن برای عروس داریم، 40 روز نشستن برای مرده داریم. کودک هم چیله دارد، یگان اساس ندارد. کودکی که ختنه شده است و عادی ختنه شد و گذشت، برای او 40 روز نگاه کن و 40 روز این نخورد و آن نخورد، یگان اساس در اسلام ندارد. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام برای تمام سوال ها. برای اینکه همیشه به سلام ها جواب دادیم هم یکم وقت می رود. اپا جان درباره حافظ قرآن کردن پسرچه امان چی توصیه میتید؟ آیا از کدام متدیکه ها ما میتوانیم برای پسرچمان استفاده بریم؟ خواهر عزیزم کاش میشد سن سال کودکتان رو هم میگفتید. برای اون که حفظ قرآن البته که یکمین چیزی که ما باید بدانیم که همیشه در این باره صحبت میکنم، کودک باید بداند که برای چی قرآن از یاد میکند. کودک باید بداند که قرآن کتابی کی هست. کودک باید بداند که قرآن در نزد مسلمان ها چی منزلت دارد. یعنی خیلی متاسفیم به استادایی که به کودک حفظ قرآن را شروع میکنن در حالی که کودک هیچ معلومات درباره قرآن ندارد. کودک نمیداند که چرا از یاد کرده ایستاده است. بعضی کودک ها هم هستند که گمان میکنن فقط به خاطر پدر و مادر قرآن از یاد کرده ایستادن که وقتی پدر و مادر دور شد یا از دنیا رفت قرآن به دست نمیگیرند. یا بعضی کودکایی هستند که گمان میکنن قرآن از یاد کردن این یک عنعنه باشد. اولا باید کودک ها بدانند که چرا قرآن از یاد میکنند. دوم، برای تیز از یاد کردن قرآن هرگز نباید شتاب کرد. برای آنکه هرچی تیز از یاد می شود بعضا زود فراموش می شود. مهم این است که
قرآن را کودک تمام عمر با خود داشته باشد. بگذار در 6 سال حافظ قرآن شود، بگذار در 5 سال، مهم نیست در 1 سال قاری شود و دیگر هرگز به قرآن نگاه کرده نتواند، از اینکه خیلی دلگیر شد. و این چنین پدر و مادر یا هر استاد مربی باید بدانند که قرآن برای چی مثلا آیا در یک مدت کوتاه میتواند شاگرد اذیت کند یا نه. برای آنکه بعضی ذهن ها هستند که خیلی زود اذیت میکنند، بعضی ها هستند که ذهنشون خوب نه. اینجا باید به توانایی و استعداد کودک نگاه کنید. کودکتان خوب باشد میتواند در 2 سال حافظ شود، کودکتان خوب نباشد برایش وقت دهید، اما برابر قرآن البته از دیگر علم ها هم دیر نماند. در ما یگان عالمی را نمیداند که فقط قاری باشد. انسان با فقط قاری شدن هیچ کار کردن نمیتواند. آره ثوابی کلان دارد، تاج برای پدر و مادرش داده می شود که دیگران به آن غبطه میخورند یا در قیامت حسادت میبرند، اما برابر اون باید عمل کننده به قرآن باشد. هرگز خودتان هم میدانید یک نفری که قاری است و اخلاق ندارد و یک نفری که با اخلاق است، همه انسان با اخلاق را احترام میکنند، نه اینکه یک حافظ قرآنی که اخلاق ندارد. اما درباره حفظ کردنش اسلوب ها زیاد هستند. بعضی ها مثلا من شخصا طریقه اذیت کردنم آیت به آیت اذیت میکردم، یعنی هر آیت رو جدا جدا بعد از همش رو همراه میکردم. اما بعضی نفرانی هستند که نه، برابر مثلا یک صحیفه رو اگر اذیت کردنی باشن 20 بار 30 بار، بعضی ها 100 بار، حتی یک بار شب و یک بار صبح میخوانن اذیت میشون. یعنی مهم اینجا خواستن اذیت کردن است. کسی دوست دارد و بخواهد زود اذیت کرده میتواند، اما کودکان را برای قرآن زدن و گفتن و تا جای آوردن که دیگر او نفرت کند، به این پدر و مادر به جای ثواب گرفتن گناهکار میشوند. برای آنکه کتاب الله را طور به فرزند نشان داده ایستادند که فرزند دیگر از آن پناه به الله نفرت میکند. سوال دیگر، معلمه جان پسرچه من به مسجد می رود در روسیه و از درختی که در حوله مسجد است چیده می خورد و نگاهبان آن باغ به پسرچه می گوید که میوه خوردت را نرخ کرده پولش را صدقه کن که برایت حرام می شود. مگر این درست است؟ اگر درست باشد ما در وقت جوانی در نزد مسجد محله ما که زندگی می کردیم بسیار میوه ها می خوردیم، همش حرام است یا نه؟ عزیزم اگر اینجا میوه درخت رو باغبان گرفته باشد که من هم آب میدهم و هم میوهش رو میخورم، پس اون میوه برای همه نیست، اون وقف نیست، اون از آن باغبان است. البته باید اجازت پرسیده خورید، اجازت پرسیده خورید. نه اگر میوه از آن باغبان در مسجد است و باغبان به همه جای مسجد نگاه میکنند میوه برای همه باشد، در این وقت گناهکار نمیشوید. یعنی بعضا میشود که از اینکه مسجد باغ کلان دارد یک نفر رو به آنجا مسئول میکنند که تو هم درخت ها رو نگاه و بین میکنی، هم میوهش از آن تو. در این وقت این میوه صاحب دارد، به صاحب نیست، نپرسیده خوردید گناهکار میشوید. اما چیزی که در کودکی هست دیگر گذشته رفته است. اون چیزی که در کودکی می شود که از محله و از کوچه ها میوه میخورند، به همه اون انشالله اینقدر نباید سختگیری کرد. اما برای کودکتان بفهمید که آیا میوه از آن باغبان است، یعنی باغبان گرفته است به مسئولیتش را از او اجازت پرسد، رضاگی پرسد، یا اینکه نه میوه عادی از مسجد است که هر کس میخورد، در این وقت شرط نیست که به آن پول دهید، چیزی دیگر کنید. سوال دیگر، السلام اپا جان، به من یک مصلحت می دادید. من زن شوهردار، شوهر من یک آدمی نه مادر و نه پدر دارد. وی گنگ نیست اما کمک گپ می زند. عقلش هم مثل کودک است. ما بسیار جنگ می شویم. ما هم دیگر را دوست می داریم، اما کدام وقت که ما جنگ می شویم من وی را دشنام می دهم. آیا من گناهکار می شوم؟ من چی کار کنم که با این شوهر من با این شوهر چی کار کنم؟ یعنی جواب من را بگوید، منتظر هستم. پیش از همه خواهر عزیز، شما خودتان این مرد را بیمار بود میدانستید و شوهر کردید. شما میدانستید که یک انسان بیمار است، یک انسانی هست که عقل کودکی دارد، شوهر کردید. پس در اینجا صبر میکنید. اگر میگفتید منو فریب کرده گرفتن، در اینجا میگفتم شما حق دارید حق طلبی طلاق کنید، برای اینکه شما رو فریب کردن. اما شما رو کسی فریب نکرد. در عهد و پیمانتان بایستید و زندگی را دوام دهید. اما درباره دشنام خواهرم شوهر عقلش نباشد، هم وی شوهر است. وی شوهر است. احترام او مثل احترام پدر و مادرتون است. آیا شما پدر و مادر خود رو در وقت جنگ دشنام میکنید؟ البته دشنام نمیکنه. صداتون بلند میشود. بلند شدن صدا چیزی معمولی هست. در خانواده پیامبر هم صداها بلند میشد، اما دشنام نکنید. دشنام نکنید که به این گناهکار میشوید. هر کی باشد او شوهر است و احترام او
مثل احترام پدر و مادر است که پیامبر میگن اگر اجازه می بود که به انسان سجده کنید، من میگفتم زنها شما به شوهر خود سجده کنید که او در نزد شما چقدر قدری بالا دارد. سوال دیگر: سلام اپا جان، سوال من مابین قوس چیدن جایز است یا نه؟ به فکرم همین خیلی سوالشون درباره چیدن مابین قوس. خواهر عزیز، بسیار خواهرها میپرسند، یک مسئله اختلافی است. مسئله اختلافی از کجا سر میزند؟ حدیثی که پیامبر لعنت کردن نامسه متنمسه رو بعضی علما میگویند نمس تمامی موی چهره رو چیدن رو میگویند. برای همین قوس ها هم مابین قوس هم روی ها رو هم بالای لب پایان لب جاغ ها رو چیدن ممکن نیست. انا بعضی علما میگویند در این باره آثار از حضرت عایشه هست، در کتاب احکام النساء آمده بود. در آنجا احکام النساء کتاب ابن قیم جوزی است که در آنجا همین مسئله ها رو همش رو بیان کرده هستند. یکی از کتاب های فقهی بهترین است برای زنها. آنجا حدیث حضرت عایشه است که زنی که میخواهد برای شوهرش مویهای رویش را چیند، حضرت عایشه میگویند امیتی انکی ازه، یعنی اون چرکینی ها رو تازه کن. برای همین بعضی علما میگویند بجز قوش ها تمام موی روی رو چیدن درست است، برای اینکه فقط قوش به حدیث می درآید و زنکی که مابین قوشش خیلی زیاد موی دارد یا بالای لبهایش موی دارد مثل مرد است، بیزه بس چیند باقی نیست که به این لجنه علمای عربستان سعودی هم برای جایز بودنش خطا نکنم اجازه داده بودند. انا بعضی علما میگویند نه، مادامی که اینقدر بدواهیمه نیست، یعنی مثل عیب نمایان نیست، نچینید. اما اگر مثل عیب است، کسی دید فکر میکند که شما یک عیبی کلان دارید برای اینکه در حقیقت خیلی بی‌زیب نشان میدهد، اگر چیدید گناهکار نمیشوید. اما بعضی علما میگویند مثل چیدن قوش است که بهترش دست نزنید. پس اینجا دو نمود قول است. یک نمودش این است که جایز است باقی ندارد، فقط به قوش خود دست زدن ممکن است. مابین قوش بالای بینی هست، این چنین مویهای روی رو هم چیدن برای زن جایز است. بعضی علما میگن نه، عیناً مثل قوش است نباید چینید. اما برای جایز بودن چیدن علمای معاصر هم اجازه میدن. باز یک قول دیگری هست که اگر در چهرهتون اینقدر باشد یا مابین قوشهایتون اینقدر مو داشته باشد که مثل عیب باشد، یعنی کسی دید میگوید خیلی بی‌زیبا است، قوش ندارد یا یک دون قوش دارد، در اینجا چینید باقی ندارد. سوال دیگر: آیا ممکن است ختم قرآن را در حق شوهر بخشیدن؟ پیش از همه قرآن کریم خواهر عزیزم برای بخشیدن به مرده ها و ختم کرده بخشیدن نه آمده است. لینذر من کان حیا میگوید الله، ما قرآن را فرستادیم تا که انسان های زنده از قرآن پند بگیرند، بترسن از آیت هایی که درباره گناه است، درباره دوزخ است، بترسن از الله، از بزرگی الله. یعنی قرآن اساسا آمده است چون همچون قانون با آن عمل کنیم، نه آمده است که ما فقط خوانیم و تلاوت کنیم و ختم کنیم و بخشیم در داخلش این همه عمل هایی که درباره نماز و روزه و زکات و اخلاق و اینها هست آن را عمل نکنیم. این یک، یعنی مشکلی این است که زیادی ها فقط درباره ختم قرآن گپ میزنند اما درباره گفته های قرآن قریب که گپ زدن نمی شود. دویما آیا بخشیدن برای مرده قرآن را جایز است؟ جمهور علما به این اجازه میدن، یعنی اکثریت علما، چه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه باشد چه در مذهب امام احمد باشد. قول البته هست در آنجا چه در مذهب امام شافعی باشد و امام مالک باشد، اجازه میدهند که چگونه که دعا کردن برای مرده جایز است، قرآن را هم خوانده ثواب آن را هدیه کردن برای مرده جایز است. یعنی این قول جمهور علما است که دلیلشون هم میگویند چگونه که صدقه کرده بخشیده ثوابش می رود که حدیث دربارش در بخاری هست، قرآن رو هم خوانده عمل ثواب است بخشیده می شود. بعضی علما میگویند پیامبر به مرده ها قرآن نبخشیده بودند، صحابه ها هم نبخشیده بودند، پیامبر فقط برای مرده ها دعا میکردن یا صدقه کرده ثوابش رو بخشیدن. دربارش حدیث آمده است فقط همین را کنید. اما چه خیلی گفتم اکثریت علما برای مرده ها بخشیدن از ثوابش میرسد گفته اجازه میدهند. سوال دیگر: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معلمه جان، به من نصیحت یا که یک حدیث یا که یک مصلحت دید که چیکار کنم که از کینه و حسادت قلبم پاک شود؟ در نمازم دعا میکنم، روز نیاز میکنم،
به الله در قرآن خواندنم گریه و زاری میکنم، اما باز هم حسادت و کینه دلم رو پر کرده است. التماس به من یک مصلحت دهید. پیش از همه خوش به حال خواهرانی که درباره چگونه از کینه پاک شدن دل سوال میدهند، چگونه دور شدن از دروغ و از گناه سوال میدهند، چگونه خود را اصلاح کردن سوال میدهند. برای آنکه امروز یک مصیبت است عزیزان، یک مصیبت است که یک اهل علم صحبت کند، یک سوال های فتنه انگیز را اکثریت میدهند یا یک چیزهایی را میدهند که به دین و به دنیای آنها هیچ فایده ندارد. فلانی را شما چی میگید؟ درباره فلانی چی فکر دارید؟ شما او را چی میگویید؟ سوال هایی که نه به دینشان فایده دارد نه به دنیایشان، فقط فتنه انگیزی هست. اما خواهرانی که میگویند چیکار کنم که قلب من از حسادت پاک شود، چیکار کنم که قلب من پر از مهر الله و پیامبر شود، خوش به حالتان، خوش به حالتان این گونه خواهرها. بعد از این جواب خواهر عزیزم، انسان خواه و نخواه در قلبش به بعضی او کینه میگیرد، به بعضی او حسد میکند، چون انسان است و در آیت قرآن کریم است که اهل اسلام یا اهل اصلاح دعا میکنند که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. پروردگارا در قلب ما غل یعنی حسادت و کینه را نسبت مؤمنان جای نده. یعنی زیادی دعا کنید که پروردگارا از قلب من تمام حسادت و کینه ها را بر، که پروردگار اجابت کننده دعا هست. دویماً یاد مرگ است. انسان هایی که یاد مرگ میکنند، انسان هایی که شاید همین روز آخرین روز من در دنیا باشد، یا کسی را که شما بد میبینید، یکی تصور کنید که همین انسان پگاه از دنیا میرود، همه گناه های او را میبخشید و این چونین همه مشکل های قلبتان هم از بین میرود. یعنی بهترین چیز برای سالم داشتن دل این یاد مرگ است. فراموش نکنید که یا امروز یا پگاه میرویم، بعد ما چی میبریم. و یکم دعا کردن، دوم یاد مرگ کردن و سوم مجاهده با نفس، یعنی با خودتان با قلبتان جهاد کنید. همین که حسادت به یادتان آمد که دیگر به قلبتان آمد، میگویم یک بار استغفار کنید، یک بار سبحان الله الحمدلله گوید و همین را دانید که قلبی که غافل است، قلبی که نیت های نیک ندارد، قلبی که با ذکر الله مشغول نیست، شیطان دیگر آن را پر کردن میگیرد. یعنی تصور کنید مثل وعا هست، مثل کوزه هست، قلب که همیشه خالی هست و چیزی را میخواهد. وقتی شما آن را با حکمت پروردگار، با ذکر و با تقوا پر نکرده، شیطان آن را با تمام نیرنگ هایش پر میکند. یعنی با ذکر مشغول کنید. و برای همین میگم بهترین جهاد با خودت هست، یعنی جهاد با قلبت است. و پیامبر میگویند ان الله لا ينظر الى صوركم، پروردگار به صورتهای شما نگاه نمی کند، بل ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، به عملهای شما، به دلهای شما نگاه می کند. بدانید که هر چیزی که از دلهای شما میگذرد انه علیم بذات الصدور، پروردگار علیم است از قلب خود. یعنی شرم دارد که این گونه قلبی دارد که پروردگار از آن آگاه است. و پس مجاهده است، یعنی با یاد مرگ کردن و با ذکر الله کردن و با فکر کردن درباره مشکل های خود، با فکر کردن درباره اینکه با کدام راه میتوانیم در همین دنیا کار بکنیم که پس از مرگمان حسرت نبریم، انسان میتواند خودش را از حقد و از کینه ها دور کند. سوال دیگر، السلام علیکم استاذای مهربان، شوهرم نام بابایش را به پسرشان ماندن، اجازه هست می دختری دادرشان یا خواهرشان کلین کنند؟ چی مشکل دارد؟ نام بابا را به پسر ماندن معنایش نیست که پسر بابا شد. چی مشکل دارد؟ یکم مشکل ندارد. اینها نامحرم هستند. میتواند دختری عمکیش را گیرد یا دختری عمه‌اش را گیرد که هر دویش هم به اینها حلال می باشد. سوال دیگر، استاذای گرامی، عاید زندگی در روسیه شما چی نظر دارید؟ آیا زندگی ما اکثر مسلمانان در روسیه همچون دارالکفر حسابیده می شود؟ پیش از همه درباره دارالکفر و دارالایمان خواهر عزیز، وقتی که در ازهر می خواندیم در دراسات علیا یا در ماجستری، یکی از استادا الله حفظشان کند می گفتند در یک زمان عجیب زندگی می کنیم ما. یعنی من و شما در یک زمان زندگی داریم که یک دولتی که کاملا دارالاسلام باشد قریب پیدا نمی شود و این چونین یک دولتی که کلا دارالکفر باشد، یا گفتیم دارالکفر نه دارالحرب باشد،
کلا جنگ با دولتی با مسلمان ها اعلان کرده باشد هم تقریبا 100% پیدا نمی شود. یعنی عجب زمان است که ما دارالاسلام گفته کدام دولت را گوییم، دارالحرب گفته کدام دولت را گوییم نمیدانیم. پس از پشت خوردن خلافت اسلامی و زمانی که حاضر آمدیم. اما درباره روسیه، خواهر و برادرانی که از ظلم تاجیکستان گریخته آمدند و از قمبغلی آمدن و گفتند در روسیه ما با سطرمون به حضور میگردیم، در روسیه ما به درس ها اشتراک کرده میتوانیم، در روسیه هیچ نباشد کودکانمون به نماز جمعه میروند، به نماز 5 وقته میروند، به نمازهای تراویح میروند، انشالله اینها به نیت خود ثوابشان را میگیرند. برای آنکه اینها نآمدند به روسیه که بین روس‌ها چه خیل خواهیم کرده میگردیم، نه گفتن از تاجیکستان نسبت دین آزادی در روسیه زیاد است، علل خصوص خواهرانی که در قزان زندگی میکنند، در تتارستان زندگی میکنند، بشکرستان زندگی میکنند، یا بعضی خواهرایی که در چچنستان زندگی میکنند و میگویند حجاب در مدرسه ها به حضور است، یا اینکه کودکای ما به حضور میروند. انشالله باکی ندارد. اما از مسئله این که شما مثلا یک دولت مسلمانی رو گیرید، بعد از این گوید روسیه، من میگم البته در جای زندگی کنید که آواز از آن را شنوید، در جای زندگی کنید که با سطرتون، با حجابتون، با فخر راه گردید، نه اینکه انگشت شما رو بیچاره باشید. اما روسیه از اینکه از لحاظ پول کار کردن به تاجیکا آسان‌تر است از دیگر کشورهای عربی، برای اون که دولت‌های خلیج رو میدونید چقدر مثلا اقامتش قیمت است، کار کردن مشکل است، مکتب‌ها چقدر گران است، بیمارستان‌ها گران است. یا اینکه بعض دیگر کشورهای اروپا رو میدونید که از لحاظ اخلاقی از روسیه هم بدتر هستند. وقتی گفته چاره نیست از تاجیکستان بهتر است، انشالله باکی ندارد، برای اینکه در حقیقت خواهرانی که امروز در روسیه هستند در بسیار درس ها میبینیم، کودکاشان رو میبینیم، برعکس تاجیکستان که حتی علاجی به درس ها داخل شدن ندارن اکثریت. سوال دیگر، زن بعد از تولد زیاد فرزند اگر جراحی پلاستیکی بکند رحمش را، آیا این تغییر خلق الله حسابیده می شود؟ جراحی پلاستیکی به خاطر چی؟ به خاطر معده کردن و مثل دختر شدن باشد؟ البته تغییر خلق الله هست. وقتی که شما سن سالتان را جوانتر میکنید، اگرچه رحم باشد یا بچه‌دان باشد، نه گفتید من پس از تولد بیماری جدی شدم و دکترها به من توصیه دادن که تو راه نجاتت یگانه جراحی پلاستیکی است. در اینجا میگیم شما بیمار هستید، شما بیمار هستید، جراحی ممکن است، جراحی برای زیب و زینت این تغییر خلق الله هست، اما جراحی که برای طبابت است انشالله باکی ندارد. سوال دیگر، استاد جان، امروزها مردم تاجیک در همه گرد و گوشه دنیا در غربت هستند و از سبب دوری مهر هم نمانده است. بین خویش و تبار همه سرگرم مشکلی زندگی و فرزند خودند. اگر تنها با تلفن گاه از عمه و خاله و خویش و تبار پدر و مادر و خویش و تباران پدر و مادر پیوست کنیم یا صحبت کنیم، آیا صله رحم ما به جا می آید؟ خواهر عزیزم، اگر آنها از شما دور هستند، در دیگر کشور هستند، در دیگر شهر هستند، با یک تلفن هم این صله رحم است. صله رحم پیوندی رو یا علاقه رو در جایش داشتن است، قهری نشدن، عموما از همدیگر بیخبر نشدن است. مادامی که با تلفن باشد، هم حالشان رو میپرسید و شما نیاز داشته باشند کمک میکنید، این پیوند صله رحم است. اما همسایتون هست، در یک محله هستید، شما رفته دیدن میتوانید و به دیدن نمیروید و تلفن میکنید، این کار درست نیست. یعنی مادامی که علاج رفتن ندارید، از اینکه راه دور است، با تلفن هم صله رحم میشود. اما مادامی که نزدیک هستند، رفته میتوانید و نه من مشغول زندگیم و کاربارم گفته فقط تلفن میکنید، البته این صله رحم نمی شود و این رو هم باید بدانیم که اساسا نابودی برکت در وقت، نابودی برکت در رزق، نابودی برکت در سلامتی و در عمر و کسانی می شود که آنها با خویش و تبار خود قطع رابطه کردن، یعنی با آنها یا قهری هستند یا عموما نسبت آنها بی‌پروا هستند. سوال دیگر، استاد جان عزیز، به شما یک سوال داشتم. به خواهش الله بزرگ به نزدیکی پسرچه‌دار شدم، محمد جان نام گذاشتیم. ممکن است که همین عباره جان را به شهادت نامه نویسانیم. خواهر عزیزم، مسئله جان را به کدام کلمه ها بعضیا تاویل میدن. در ما در تاجیک ها مهربانی هست، مثل خان گفتن، مثل جان گفتن، ها؟
مسلمه خان میگوییم یا احمد جان میگوییم یا مثلا فرهناز خان میگوییم. خان جان به معنای مهربانی هست، این یگون مشکل ندارد. اما محمد که نام پیامبر صلی الله علیه و سلام هست، بگذار به جان باشد، یعنی جان نمانید فقط محمد باشد، باز بهتر است. اما یکی محمد جان گفتید یا نامش رو می نویسم گفتید، با که ندارد که این کلمه یگون کلمه شرکی هم نیست، یگون کلمه بدعتی هم نیست، یک نمود مهربانی هست. خیلی که در ما در عرف تاجیک ها یک کس رو خیلی دوست داریم، با جان او را صدایش میکنیم. استاد جان به همین سوال جواب دید. سوال جواب دادم. سوال دیگر، من قرآن را از چند کس درس گرفتم اما تمام حالا نکردم. از سبب خرد بودن کودکانم رفته نمیتوانم. ممکن است که من در خانه خودم بخوانم. خواهر عزیزم، مادامی که شما از چند کس درس گرفتید و استادتان گفتند که تو خواندنت خوب شده است، یعنی یک نفری که او خوب قرآن خوانده میتواند، یک نفری که او خوب قرآن خوانده میتواند بگفت که شما خوب قرآن میخوانید، شما ختم کنید، حتما 30 جز را با استاد خوانید. اما خواندید و شما گفتن که نه، تو خواندنت هنوز مشکلی دارد، خطاگی های جدی دارد، در این وقت اول اصلاح کنید. اول اصلاح کنید که خطا ختم نکنید تا اینکه معنای قرآن دیگر نشود. بعضی خواهرای هستن که یک پاره قرآن رو در پیش استاد میخوانند، دیگر خطاگیشون همشون اصلاح میشود، شرط نیست بقیه‌اش رو با استاد خوانند. اما بعضی خواهرها هستن که چند پاره قرآن رو خوانند هم هنوز مشکلی دارند، در این وقت باید اول خطاگی ها رو اصلاح کنند. سلام علیکم معلمه جان، همین درباره معلمه ها میگفتید که آیا در حقیقت آموزگار برای درس گفتنش ثواب میگیرد؟ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، یعنی پیامبر میگویند عملها وابستگی به نیت دارد و تمامی کارهایی که شما میکنید اگر نیتتان ثواب گرفتن باشد ثواب میگیرید. در حدیث دیگر در بخاری است حتی لقمه‌ای که شوهر به زنش میدهد اگر به خاطر رضایت الله که من این رو چون به گردنم قرض است، فرضی تو گفته است گفته میدهد، او ثواب میگیرد. شما هم اگر گفتید من به کودکان درس میدهم، من به اینها تربیت خوب میدهم، من میخواهم در تربیت نسل آینده، در تربیت فرزندان مردم سهم داشته باشم، به این ثواب میگیرید و بهترین کسب است. اما نه فقط من میروم و معاش میگیرم، رزق حلال میگیرم. گفتید رزق حلال هم خودش یک ثواب است که در ما حدیث بود، اگر خطا نکنم اونی که برای رزق حلال حرکت میکند مثل مجاهد است که در راه الله می جنگد، یعنی کسی که برای خوردن حلال حرکت میکنند. به هر حال کسب معلمگی هم کسب حلال است. از دیگر طرف نیت رو اگر خوب کردید که من برای تربیت کودکان، علل خصوص برای اون که تربیت مسلمان بزرگ شوند، خداشناس بزرگ شوند، به هر راه حرکت میکنم. البته اینجا هم اجر دعوت رو میگیرید، هم اجر حلال خوردن رو. اما معلمگی که مقصد فقط خودنمایی هست، مقصد به طلبه های بای زیادتر اهمیت دادن است، مقصد فقط این که اون یعنی من فقط ساعت هم گذرد شد اویلک کم رو گیرم باشد، حرام خوری است. اونه که کار نکرده اویلک میگیرد، کار نکرده معاش میگیرد، اون چیزی که باید درس دهد درس نمیدهد و معاش میگیرد، این حرام خوردن است که تو کاری حرام میکنی. سوال دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال من چنین است، در جایهای ما در وقت نکاح خواندن آب میگذارند و بعد نکاح از آن آب عروس داماد می نوشند. همین کار در اسلام است؟ در یگان جا در همین باره نخواندم، نمیدونم با کدام دلیل باشد که در حقیقت در نکاح آب میمانند، در یگان جا این کار رو هم نمیکنند و از مستحبات نکاح هم نیست، از سنت نکاح هم نیست که در آنجا باید آب گذاری. سلام علیکم، خیلی جوان شوهر کردم، از نافهمی جدا شدیم، دویم بار شوهر برآمدم، 8 سال زندگیمون صاحب فرزند، لیک پدر و مادرش که باید زن گیرن بیوه گرفتگی نگیری شیر من نمیبخشم میگویند. خواهرم در مسئله زن و شوهری مادامی که زنی مسلمه هست، زنی با تقوا هست، زنی خوب است، پدر و مادر حق ندارند بگویند که من از این زنت راضی نیستم. پدر و مادر زمانی به شوهر میتوانند به پسر میتوانند بگویند که من از زن تو راضی نیستم اگر زن بیروحه باشد یا یک زنی بد اخلاقی باشد که به پدر و مادر شوهرش ظلم و اذیت میکند.
و پدر و مادر این رو طاقت کرده نمیتوانند و به پسر میگویند که این زنت ما رو عذاب میدهد، این زنت ظالم است یا این زنت بی‌روحه است، جدا شو. در این وقت فرزند باید سخن پدر و مادر رو گوش کند. اما فقط به خاطر یک عرف و عاداتی که در ما گویا که یک دخترک بیچاره که از شوهر برآمد دیگر هرگز نباید او با یک مرد باکر زن شود، فقط به خاطر این اگر شیرم رو حلال نمیکنم گویند شیرشان حلال شد نشد و این هیچ کس گناهکار نمی شود. یعنی پسر گناهکار نمی شود، به معنای عاق کردن هستین، اما پسر گناهکار نمی شود چون پسر در اینجا گناه ندارد، هیچ عیب ندارد. یعنی یک دخترک شوهر کرد و جدا شد و زنا نکرد و به یگان گناه کبیره نرفت و یگان نقصانی اخلاقی ندارد، فقط اینکه شوهر کرد و جدا شد. اون هم میداند که به تقدیر الله بعضن زندگی خوب نمی شود، اگر پدر و مادر راضی نباشند هم فرزند به این گناهکار نمی شود. سوال اپا جان، من گفتنیم که طفل 9 ماهه دارم، گاه لباس هایم رو بی نماز می کند، می شود با همان لباس ها نماز خواندن؟ یکی از فرضهای نماز در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، شرط های نماز پاک بودن لباس است. با لباسی پاکیزه شما باید نماز بخوانید و کودکتان اگر بی نماز کرد، چی با قی کردن باشد چی با پیشاب کردن باشد، با آن لباس نماز خواندن ممکن است. برای اینکه و ثیابک فطهر میگوید الله، لباست رو پاکیزه کن، در نماز ممکن نیست و برای این 2 دقیقه وقت می رود. خواهر عزیز، برای تغییر دادن لباس بی نمازتون 2 دقیقه وقت می رود. یکی یعنی تنبلی نکنید. و چیزی دیگر این است که برای مادرانی که کودک معده دارند، در ما حدیث در بخاری هست، سببی به عذاب قبر گرفتار شدن یک نفر، پیامبر میگویند شما گمان میکنید گناه او هیچ چیز نیست، اما او گناهی کبیره دارد، به خاطر آن در قبر میسوزد. آن هم خود را از پیشاب پاک نمیکرد، چی پیشاب خودش باشد چی پیشاب کودک باشد. برای همین من کودک معده دارم گفته به پیشاب به اهمیتی نکنید، این چیز نجاست است، سببی در قبر سوختن می شود، سببی چی است؟ غضب پروردگار است که این هم به سلامتی و به تازگی عموما فطرت و وجدان پاک انسان راست نمی آید. برای همین لباس را چی در نماز چی در غیر نماز تنبلی نکرده باید تغییر دهید. اپا جان، با آدمی که نماز نمیخواند زندگی کردن ممکن است یا نه؟ سوال خیلی وسیع است خواهرم. آیا او نماز را از روی تنبلی نمیخواند یا اینکه از روی انکار؟ اگر نماز به من هیچ لازم نیست، من عموما نماز را در حیاتم به گردن نمیگیرم، گفت به اتفاق تمام علما او مسلمان نیست، او باید توبه کند وگرنه با او زندگی کردن حرام است چون از دین برآمد. اما از جهت تنبلی باشد، در این وقت نصیحتش کنید یا جوش بیاد تهدیدش کنید یا مدتی با او زندگی نکنید، چون پیامبر میگویند فرق بین ما و آنها یعنی مسلمان کافران این نماز می باشد. بعضی سوال های است که عموما از منطق دور است، خواهرها به آن جواب نمی دهم. من وقتی شوهر کردم درباره دیگر چیزها، یعنی بماند این سوال، در وقت حیض از تلفن قرآن خواندن ممکن است یا نه؟ در اولی برنامه به همین سوال من جواب دادم، می توانید برگردید. یگان ذره امید زندگی نداشته باشی، انیخترش از همه چیز دل مانده دل خنک باشی، بودن گناه است یا نه؟ ناامید بودن از رحمت الله کفر است؟ البته گناه است. ناامید بودن از رحمت الله این کفر است، یعنی عموما نعوذ بالله شک کردن به قدرت الله هست، این گناه هست. انسانی کافر یگانه یکی از کافران یا این گفتیم شیطان ناامید می شود از رحمت پروردگار. در اینجا یا یگان بیماری دارید یا اینکه ضعیفی ایمان است که انسان باید به خود برگردد. سوال دیگر حاضر 1 دقیقه خواهرا. کانال پخت و پز دارم لیکن گپ نمیزنم، اجازت است؟ برای چی اجازه نیست؟ وقتی شما فقط میخواهید به مردم یگان نماد خوراک رو نشان دهید، یعنی در آنجا ریاکاری و خودنمایی نیست. برای اون که بعضی خواهران هستند پخت و پز گفته کل زندگی خود را بر رکلام گذاشتگی هستند، از هدیه کوچک شوهرشون تا ببخشید پامپرس کودکشان. این تماما یک چی گویم اسراف وقت است و به وقت مردم رو گرفتن است. اما یک چیزی رو پختن یاد میدید که شما باور دارید که به مردم فایدهتون میرسد،
در این وقت انجام دهید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی به برادرش یگان فایده اش برسد پس برساند، برای این ثواب میگیرید اگر در حقیقت باور داشته باشید که از این کارتون فایده است. اما مقصد وقتی مردم رو گرفتن و تمام روز خیلی گفتم کور و کورپچه خود رو رکلام کردن باشد، این کار رو نکنید. یعنی خیلی حیف است، هم حیف وقت است، هم عموما وقتی خودتون رو هم میگیرید وقتی دیگران رو هم میگیرید. می شود زنی رو بگیرم که از خودم 4 سال کلان باشد. در مسئله زن از شوهر کلان بودن و یا شوهر از زن کلان بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم زنی گرفتهشون حضرت خدیجه از خودشون 15 سال کلان بودن. یعنی اینجا مهم راضی بودن عروس و داماد است. زن و شوهر یعنی داماد شونده و عروس شونده وقتی راضی هستند اسلام به این مانعیت نمیگذارد و این رو هم بدونید که پیامبر میگویند فاظفر بذات الدین تربت یدک. تو وقتی زن میگیری یکم به صاحب دین نگاه کن، یکم به صاحب دین نگاه کن، به دیندار نگاه کن. در حدیث دیگر به صاحب اخلاق و دین، دو چیز باید باشد. همین چیز اگر شد زندگی شما خوب می شود. اما میدانید که بعضی ها دخترک کلان رو میگیرن بعداً به جاهلیت برمیگردن. تو از من کلان بودی، تو کمپیر بودی، چیزهای دیگر. اگر این گونه یعنی انسانی ضعیف باشد یا این گونه اگر انسان باشد بهترش زنی کلان رو گرفته بعداً او رو بدبخت نکنید، برای اینکه این گونه انسان ها هم هستند. اپا جان اگر مردک زنی دوم گیرد زنک اجازه ندهد ممکن است باز شروع شد زنی دوم گرفتن. درباره زنی دوم گرفتن زن حق ندارد به شوهرش بگوید زنی دوم گیر نگیر، برای اینکه زن است، او مادرش نیست، او پدرش نیست. پدر و مادر تا اندازه حق دارند دخالت کنند، زن به این هیچ حق ندارد، وگرنه یگان زن اجازه نمیدهد. زن حق ندارد که بگوید زن یکم میگیری نمیگیری، دوم میگیری نمیگیری. در این وقت شوهر آزاد است، یعنی شرط نیست او اجازه زنش رو بگیرد، گیرد هم گناهکار نمی شود، اما به شرط آن که عدل کرده تواند. چون الله چی میگوید و این خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. اگر ترسیدید که زنی دوم سوم یا چهارم گرفتید و عدل کرده نمی توانید فواحده، پس فقط یکتا بگیرید یا اینکه عموما با کنیز خود زندگی کنید که در زمان ما وجود ندارد. ممکن است که سوال دیگر، ممکن است که زن ماشین راند؟ چون بعضی ها اجازه دادن و بعضی ها جایز نیست میگویند اگر از برای خیر باشد ممکن است. درباره زن ماشین رانی کند یا نه، خواهران عزیز، در زمان پیامبر زنها اسب می نشستند، زنها شتر می نشستند، زنهایی بودند که در اسب با همراه پیامبر جهاد می کردند. پیامبر کسی را منع نکردند و ماشین هم عیناً مثل اسب یا مرکب همان زمانه هست و در زمان حاضر هم فقط در سال 2010 یک بار علمای عربستان سعودی منع کردند، بعداً بازگشته اجازه دادند. البته ماشین هی کردن اجازت است، اما به شرط اون که برای دور زن تنها نرود و باز میگویم که ماشین رانی خودنمایی نباشد. چون بعضی دیگر یکی ماشین میرانند و در استاتوس و در همه جا رکلام میکنند، در یوتیوب ها برآمده که ببینید من ماشین هی میکنم. این یک ریاکاری هست، پستی هست، کاری خوب نیست برای زن مسلمان. اما اینکه از اتوبوس نشستن و از دیگر پاییز نشستن، خودت با ماشینت به جایی که لازم است بروی یا فرزندانت رو به مکتب بیاری و ببری، این بهتر است و به این انشاءالله گناهکار نمی شود. شما چند سالید؟ اگر مخفی نباشد. سوال دیگر، شما در چند مدت به این درجه عالمگی رسیدید؟ خواهر عزیزم، پیش از همه همیشه من میگویم که بنده هنوز طالب علم هستم، هرگز دعوای عالمی ندارم و هرگز شاید میمیرم و عالم نشوم، یعنی دعوای عالمگی ندارم. و اما به درجه که امروز یعنی با خواهرها مشغول هستیم با تدریس و با دعوت. از سال 2007 است که من در طلب علم، جدی در طلب علم هستم، از سال 2007. پس حساب کنید تا امروز که هنوز هم در طلب علم هستم. از اون پیش فقط یک مقدار قرآن خوانده می توانستم و سن سالم 36 ساله هستم، یعنی مخفی نیست درباره سن سال. و البته باید بگویم که صاحب 4 فرزند هم هستم. شوهر من قسم خورده بود که اگر تو را به روسیه برم طلاق، اما بعد 3 ماه به من بلیط خریده به نزدم بیا گفت. اما اون نگفت که از قسمم گشتم، یعنی باید این رو میگفت، یعنی باید میگفت که از قسمش گشت
یا به نزدش دعوت کردن کفایه است. خواهرم وی قسم خورده است در نزد جمهور علما، یعنی اکثر علما، او از این قسم برگشته نمیتواند، چون با قسم با طلاق قسم خورده است. شما به روسیه رفتید فقط یک طلاق میافتد، بعد از یک طلاق شما زندگی کرده میتوانید. بعضی علما هستند که خیلی کمی از علما میگویند آره مقصدش فقط طلاق و قسم خوردن یا ترسانیدن یا تهدید زن باشد، او میتواند از قسمش برگردد، اون هم با 3 روز روزه داشتن یا به دهقان بغل لباس خریده دادن یا اینکه خوراک خریده دادن. این سخنی خیلی کمی از علما است. در نزد جمهور علما او دیگر از این راه برگشته نمیتواند. شما رفتید یک طلاق میافتد، بعد از این بگوید که با طلاق نباید در این مسئله ها، یعنی قسم خورد، چون مسئله جدی است، دوباره دیگر این گونه قسم خورد، شما دیگر یک جا زندگی کرده نمیتوانید. سوال دیگر: 4 دختر دارم، شکر الله، همه اش نمازخوان با حجاب، صنفای 3، 5 و 7 میخوانند. درسهایشان بعد عبید نماز پیشین چه خیلی خوانند. خواهر جان، علاج نباشد اگر از مکتب آمده بعدن میخوانند فتقوا الله ما استطعتم، یعنی یگان علاج نباشد اگر، دیگر چه چاره دارند؟ می آیند و از مکتب آمده پیش از عصر میخوانند. یک خواهش داشتم از شما، اگر یگان نقشه آموزشی دینی اسلام برای کودکان داشته باشید به ما هم میگفتد. انشالله درباره چیکار کنیم که کودکان ما درس خوانی را دوست دارند، چیکار کنیم که مهر کودکان ما به قرآن و به پیامبر و به اسلام بیافزاید، در این باره برنامه حتما برای مادران انشالله آماده میکنم. اپا جان، تازه کردن زن با لزوه تراشیدن جایز است؟ خواهرم، تازه کردن چی با لزوه باشد، چی با کرم باشد، چی با دیگر امروزه موادها باشد جایز است، و جز لازره که شما نزدیک کسی می روید، کشف عورت میکنه نزدیک کسی برای تازه کردن، این گناه کبیر است. بقیه همین نمودش جایز است که درباره یگان تا شریعت من نمی کند. درباره چیدن موی روی من در اولی همین سوال و جواب دادم. خواهرم میتوانید برگردید. اکثر عالمان، سوال دیگر، اکثر عالمان موحد افغان بسیاری شاعران را برای ایجادیات های تمثیلی و تشبیه دادن محبت الله و چی از اینش خودی ذات الله پاک برای چنین ایجادیاتشان حکم به کفر نمودند و چون برنامه هایشان را انسان گوش می کند، راستی ما کمسوادها به گفته هایشان باور می کنیم که در اصل شعرهایشان به کفر نزدیکند. آیا عقیده و فکر آنها درست است؟ خصوصا استاد عبدالله ظاهر را ما بسیار گوش می کنیم، آیا عقیدهشان درست است؟ سوال کننده عزیز، یکم این است که من درباره یگان عالم های افغان، درباره دعوتگرهای تاجیک، درباره ترجمه حالشان، زندگیشان، دعوتشان معلومات کامل ندارم. سببش هم این است که شاگردای زیاد هستند، چه کودک‌ها باشد چه بزرگان، تا 10-12 شاید 20 حلقه درسی داشته باشم همراهی آنها. و جز این به طلب علم خودم هم مشغول هستم و با صاحب مادر و یعنی عائله هم هستم. برای همین من نه ترجمه حالی استاد دائی را میدونم نه دیگر دعوتگران را، و درباره آنها هیچ چیز گفته نمیتوانم و عیبم هست که درباره کسی چیزی ندانی و برآمده گپ زنی. اما درباره شاعرها، برای اون که یک شاعر رو حکم به کفر کنیم باید او را شناسیم، باید بدانیم که در شعرش او چی گفته ایستاده است. بعضی شعرها هست که در حقیقت کفر بر الله هست، اما این رو آیا همون شاعر گفت ما به این سند داریم یا کسی گفت به اون شاعر پیوست کنن؟ چگونه که میگویند خیلی زیاد رباعیات هست که درباره عرق خوردن و رقص و بازی هست به خیام نسبت میدهند، در حالی که عمر خیام یگان تای آن را نگفته است، یگان تاش را نگفته است. چند عرق خور نشستند و آن بیت ها را به او چی کردن، نصب کردند. آیا این شعر را همان گفت یا نگفت؟ و چیزی دیگر این است که یعنی یک انسان، یعنی دائمی توصیه من به شاگردان این است، خواهران عزیز یا برادران کوچکی که بنده را میبینید و میشنوید، من شما از شاعران پرسیده نمیشوید، من شما از دعوتگران پرسیده نمیشوید، من شما از عملمون پرسیده میشوید. چی کار کردی؟ به چی مشغول بودی؟ باید از پای این باشیم که چی کار کرده ایستادیم، کدام عمل رو کرده ایستادیم. بی سواد هستید از پای سواد شوید، نمیدونید چی حق است و چی باطل است از پای خواندن شوید. علم است که نور است، قرآن است که نور است و ما نشان میدهد که کدام راه حق است و کدام راه باطل است.
اما نشسته به این حکم کردن و به آن حکم کردن، این دیگر وظیفه نه من است و نه به گمان من وظیفه یگان امروزه دعوتگرا، چون در این مسئله باید قاضی باشد، در این مسئله شاهد باشد، در این مسئله خود متهم باشد که دیگر نفران مرده رو ما اینجا آورده حکومت این است و آن است گفته نمیتوانیم. دیگر عزیزان تا همینجا دوام کردن نمیتوانم بقیه‌اش رو، چون سوال خیلی زیاد است. الله نصیب کرده باشد دعا کنید در حق بنده روز جمعه دیگر در همین وقت همراه شما باذن الله الرحمن باز یک سوال و جواب آنلاینی یا گفتیم پخش مستقیم میگذرانیم که در آن هم میتوانید همین گونه سوالهای خود را به بنده بفرستید از طریق چت که به شما ان شاء الله به قدر توان در جواب هستم و بقیه تمام سوال هایی که هست ان شاء الله هفته آینده پاسخش به شما می آید، چون تقریبا 1 ساعت گذشت و از این زیاد وقت صحبت کردن برای شما هم ملال می شود و بنده هم خسته می شوم. در پناه الله یگانه باشید و در حق همدیگر دعا کردن را علل خصوص در حق برادران و خواهران مهاجر خود، در حق خواهر و برادران تاجیک و به نزدیک سیل زده مظلوم خود دعا کردن را فراموش نکنید. الله همه شمایان را در دنیا و آخرت موفق و مسدد نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.